21 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 2:25 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا اشورف جمعخان سال تولدش 1975 ساکن جماعت دهات وطن نویای فرخار هنگام حرکت از سمت شوروی فرخار به سمت جماعت دهات فرخار نویای مذکور در حدود دهه علاوالدین از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد خرسال عیساجان مهردین سال تولدش 2015 ساکن جماعت دهات فرخار را پخش نموده است. در نتیجه خرسال عیساجان مهردین جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویای سینا با عریضه مرد 32 ساله ساکن نویای مذکور مراجعت نموده است که شب پنجم به ششم نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 01:20 دقیقه شخص نامعلوم با راه پنهانی به انبارخانه‌اش در آمده از آنجا تجهیزات ساختمانی و قسم‌های محرک автомاشین را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 8600 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.